از جگرخونی همینجا 6 تن دیگه. از جگرخونی شیشتی اینجا؟ چی کنم؟ حالا نمی حالا طبت خوش است خب؟ نه بیشتر خنده میکردی؟ از جگرخونی خنده میکرد. از جگرخونی خنده میکرد؟ چرا از جگرخونی؟ کار خوب نیست؟ نمیمونه به هر روز میمونه. نه شما را که گفت از اینجا برین کجا گفت برین؟ گفت که دیگه گپ نمیذاره میگه که جمع کن. خب برای شما خود 2 دانه 3 دانه مارکت جور کردن. کجا جور کرده مارکت؟ یک دانش دونجاست؟ اما بس کنه. نه این اینجا یک مارکت جور شده. نه دیگه در مارکت کوی چیکاست نه. شما یعنی که راضیستین تا وقتی که شهرداری نمیجا گلدانی را جور نکده تا او وقت باشه. خب بعد از بریم. بعد از باز بریم. این شهرداری خب بودجه داره، پیسه هم داره. این سر سبا شروع میکنه کارش. و باز دیگه کل از گشنگی کشتن دیگه. شما حتما باورتان نمیشه که شهرداری شاید یک سال بعد سابقه ورشه. نه جور میکنه مقصدی رو. پول داره شهروالی که پول نداشته باشه هیچ کس نداره. آل بودجه دارن. بخواین اینمی امروز جور میکنن، بخواین سبا شروع میکنن. ما 1000 2000 سرمایه دارم که نمیجا کار میکنم صحیح. ما 10000 20000 1 لک ندارم که مثال دوباره بند کنم، ما دکان واره بانم بیادر پیسه باشه اون تو دکان میشه. اگه تو 1000 2000 باشه تو کجا تو دکان میشه؟ راست میگی. خب این حال به نظر خودت اینمی راه حل اینمی مشکل چی است؟ نمیجا مردم خوب آمده کار کردم، مردم میگه تا که نمی گلدانی از اینجا وسونه شوه بیادر راستی نمیجا. این خوراک چند است؟ خوراک 10 روپیه 40 روپیه 100 روپیه دست ورکو. چطور باز کاروبار؟ شکر دی بس. کاروبار خوب است؟ این اکثر شوا کو که ببینیم یک چی رقم است. خا این شوله است دیگه نه؟ شوله پلاو است. نخود پلاو است. بله. همین کاروبار است نیست؟ تو نزاست لالا. خودت چی کار میکنی؟ همین هست نیست لالا جان. کاروبار است. آره. روزگار خوب است. 300 400 500 1000 200 شروع شده. اینی یگان تایی که باز میگه هیچ کار نیست ما ایران هستیم چی کنیم گفتنی خودت چی است برای اونو؟ او بیادر اون مفت خود داره که کاروبار نمیکنه هر جا که بره بیکار زوج میکنه. خودت چند سال است که کار میکنی؟ 9 سال میشه جان 9 سال میشه کار میکنه. به نام و یاد خدا. السلام علیکم هموطنان عزیز و بینندای خوب گل میدیا. بازم به یکی دیگر از گزارش‌های ما خوش آمدین. خدا کنه خوب باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. من مصطفی سرخا در خدمت شما هستم. آمدیم در شهر مزار شریف بین چهارراهی الکوزی و روضه مبارک. اینی موقعیتی که من استاد هستم هموطنان ما اینجا وسایل کهنه به فروش میرسانند، کهنه فروشی میکنن. خواستم که یک گزارش از اینجا بر شما تقدیم بکنم همراه هموطنایی که وسایل کهنه به فروش میرسانند صحبت بکنم، هم حال و هوای اونا را پرسان بکنیم و هم بازار کهنه فروشی را برای شما نشان بدیم که چطور است. امی وسایل کهنه فعلا هم ارزان است یا قیمت شده پس و در اینجا چی چیزا پیدا میشه از قبیل وسایل کهنه در اینجا چی چیزا پیدا میشه، کاروبارشان چطور است. تا آخر گزارش ما را بیننده باشین. اما تو میریم آستاسا همراه هموطنان صحبت میکنیم. بیاین. کاکا سلام علیکم. خوب هستین؟ خیرتی است؟ گپ بزنیم مشکل نداری؟ نامت چی است؟ محسن. کاکا محسن؟ بله. خب چند سال است که در اینجا هستین؟ یعنی 3-4 ماه شده که 3-4 ماه. اینمی چیزا را میفروشین؟ بله. از کجا هستین؟ از تاشقرغان هستم. از تاشقرغان؟ بله. خانه همیجا است؟ خانه همیجا. حالا اینا را چندی میفروشین؟ یک چیز میشه باز؟ خب مثلا یک چیز میشه دیگه خوب است. چندی هست اینم اینا؟
100 روپه میفروشیم، 80 روپه میفروشیم، هر رقم میفروشیم. 100 روپه 80 روپه. بله. کیها میخره ایرا؟ این مردم میخره. نه از کدام جایا، از کدام ولسوالی ها از اینجا؟ از این ولسوالی ها و هر جا میخره. از این ولسوالی ها به خاطر از اینکه حال خود دیگه ای دیگه اینمی سر دیگدان و اینمی چیزا زیادتر کار میشنه. اون قسم. کاروبار چطور است؟ خوب است. خوب است. سلامت باش کاکا، زنده باش. خودت خوب هستی؟ جانت جونه؟ خیلی تقریبا خیرتی است؟ ما خیلی باشی چی هست نامت؟ جاوید جاوید اینجا چی میکنی؟ این هم چبلی فروشی این بوتا از تو هست؟ هم 3 جوله چبلی این 3 جوره؟ این چبلی ها را از کجا کردی؟ یار میخرم سودا میخرم خریدی؟ چند خریدی؟ این 50 با این 15 با اون 20 با بازنال چندی مفروشیش؟ 50 بگی بیای کار غریبه مردم بیای 50 روپا میتون مرش 50 روپا مفروشی؟ کار غریبی نیست از جگرخونی نمین 6 تون دیگه از جگرخونی شیشتی اینجا؟ چی کنم؟ حالا نمی حالا طبت خوش است خب؟ نه بیشتر خنده میکردی؟ از جگرخونی خنده میکرد از جگرخونی خنده میکرد؟ چرا از جگرخونی؟ کار خوب نیست؟ خیلی تو خود چیزی سعیم نداری باز در اینجا؟ نمیمانه شالوالی مالت که اومد اینجا لخراب کرد نه اینال تو خود چیزی سعیم نداری اینجا ای بوتا و ای چیزها را خود فکر نکنم کسی بخره یگان چیز صحیح بیار؟ میخره 20 روپگی میخره 20 روپگی میخره؟ پیسه نیست پیسه باشه کار غریبی آدم میکنه پیسه باشه کار غریبی میکنه آدم که پیسه نباشه نمی تو هست مثل ما وانه پیسه نباشه کار خراب است کار غریبی نه 2 روپا کسی ونم نمیتا کار غریبی گم است کار غریبی حالا تو این حالی تو یک کار رم که گرفتی که در این کار خب بیاد پیسه نیست خود چی کار کنم می جای شاگردم نمیگینا کار غریبی نه حالا روز مایوب هستی؟ چی کرده تو رو؟ چی تکلیف داری؟ معتاد زده تا این 4 سرگه سیدآباد پیش بخانه آبای دالان معتاد مزا پیش بخانه مرکه نه همیشه بخانه آباد در اینجا چه وقت است که هستی؟ در اینجا همی 2-3 روز میشه اومد 2-3 روز میشه اومدی؟ خب پیش از چی کار میکردی؟ پیش از بوتل چینی تا 4 سرگه حالا در بوتل چینی کار نبود؟ کار غریبی نیست امارت نمیمانه نه در بوتل چینی خب روز 2 ساعت 2.5 ساعت کار میکنه بچه ها کار غریبی نیست حالا در بوتل چینی که کار میکردی چند میمان بره؟ 50 روپا 70 روپا میتونی سایز دیگه خانه در اون میمانده نه دیگه خانه میمانه این دیگر شو 20 روپایی اعلام میکنه دیگر شو 20 روپایی اعلام میکنی تا دیگر میباشی همیجا خب بیا خدا کنه که خرید شو همی خلاص شو سلامت باشی زنده باشی خیر باشی کاکا مانده نشی خوب هستی برای مصاحبه آمدی ها را خلا ما ما پارسیات نداریم ما پرسه میگم تا پختو خبره که واسه فارسی هیچ مشکل نشته دلته چه کوي دا لیلامی خرشوم دا سیمبولی کراچی را سیمبولی دیسنست ورزش کمی هم نداری بکراچی می هم نداری اینجا چی داری خودت اینجا لیلامی داری یک چند کپی داریم کجا ساله شاروالی هایی که طول اگر خب باز چی وقت شاروالی هایی که دینا شما خب باز آمده یک 5 دقیقه میشه که هایی کردیم حالا پس آمده مجبور هستیم چی کنم شاروالی چی گفت براتون شاروالی گفت که اینجا نمیمونه به هر روز میمونه نه شما را که گفت از اینجا برین کجا گفت برین گفت که دیگه گپ نمیذاره میگه که جمع کو برای شما خود 2 دانه 3 دانه مارکت جور کردن کجا جور کردن مارکت یک دانش در اونجاست اما بس کنه نه این اینجا یک مارکت جور شده نه دیگه در مارکت که هیچ کس نه مارکت اینجا ما بس کنه است یک 10 روپیه 20 روپیه رشته میخواد از اینجا کوی کس برای یک تاش در اینجاست یک تا دیگه هم در اینمی سرای بایسکل فروشی ها پیش از اینجا کو سالویش اون نمیمونه اینجا کنه فروشی که از بیادر اینجا فکر کو که 1000 نفر 2000 نفر هستن فکرت است این اینجاست که اونجا بیادر جان خودشان جای دارن خودشان جای دارن زیاد وقت جای دارن از این وقت نیست که مثلا 9 رفته باشیم یا فکر 3 سال 4 سال 5 سال مش که اونجا هستن اونا خاص سابق رفتن اونجا این حال دوم میشه دیگه که دیگه را جور کردن
میگه که محبس کونه است، مردم نمیره که بیادر جان میگه اونجا مشاور نیست، بیادر جان دم سرای مشاور نیست، کسی اونجا ندیده، کسی نمیاد. میگه بیچاره آمدن بیادر جان 10 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد انال شروالی می ایشان میکنه پس می. خودت اینجا چقدر وقت میشناسی؟ خودم همینجا اگان خدا دای گناه مرا نگیره که 6 سال 7 سال میشه که اینجا 6 سال 7 سال دمیجا میشه. دمی کنه فروشی است. خب اون مارکت تازه دیگه که جور کرده بود اونجا چطور؟ اون میگه نمیشه هیچ که غریبی نمیشه. تانو ما میگه چیزا رو جور کردیم و تاخار جور کردیم اونم تو اصلا میگه ماندگی است. تو غرفه را میگه ماندگی تو ماندگی. حالا مثلا کسایی که وسایل کهنه ضرورت داشته باشه باز شما در اینجا نباشین در اون مارکت باشین اونجا میگه نمیاین. اونجا نمیاد اونجا مردم بلد نیست که نه فینال مردم خب بلد میشه با این حالی که مردم میگه بلد میشه تا که اونجا مشاور میشه. این حالی اینجا بیادر ماستم سایز ما 1000 2000 سرمایه دارم که اینجا کار میکنم سایز ما 10000 20000 1 لک ندارم که مثال دوباره بند کنم ما در دکان واره بانم بیادر پیسه باشه اون تو دکان میشه. اگه تو 1000 2000 باشه دوزو کجا تو دکان میشه. راست میگی. خب این حال به نظر خودت اینمی راه حل اینمی مشکل چی است؟ اینمی مردم خو آمده کار کردم مردم میگه تا که اینمی گلدانی از اینجا وسونه شوه بیادر راست اینمیجا شاروالی میگه که اینمی منطقه رو وسو میکنه. اینمی منطقه رو وسو میکنه مثل اون از ور تو گلدانی جور میکنه. این مردم میگه تا که چپا نکنه ما اینجا هستیم. به شک سایسته. باز این حال که اینمی گلدانی جور شد باز وقت چی میکنن؟ او وقت دیگه بالا دیگه توکل ما به خدا است کارش کردیم دیگه. این حال نمیشه که اینمی توکل به خدا را فعلا عملی بکنین. نه نمیشه دیگه نمیاد میگه تا که مومنت کولگی شاسه انالیسا کو سیاست را سر بیادر 100 یا کنیم 100 نفر سیاست است. نه او را فهمیدم زیاد است تعدادتان زیاد است. این حال ما گفتم که 4 سبابات خو اینمی شهرداری را خو میفهمن که بازسازی میکنه. امروز باشه 4 ماه بعد باشه 5 ماه بعد باشه 5 ماه بعد که بازسازی شد اینمی مردم یک دمی باز چطور میکنن؟ والله دیگه نمیفهمم که بعضی مردم دیگه چاره خودم مجبور اما چاره را من میگم که اینمی حال پیدا بکنین. امیالی نمیشه چه امکانات نداره در 1000 2000 بجده ما نمیشه بجده مردم نداره 2000 پر بیادر 4 روز که خورد بیادر داره به نمیمانه برش باید چی کنه ایتو نفره است 500 بعد 500 اینجا کار میکنه. شما یعنی که راضی هستین تا وقتی که شهرداری اینمیجا گلدانی را جور نکده تا او وقت باشه خب بعد از بریم نموته گفازی بعد از باز بریم. این شهرداری خب بودجه داره پیسه هم داره این سر از صبح شروع میکنه کارش. و باز دیگه کلگی از گشنگی کشتن دیگه. شما حتما باورتان نمیشه که شهرداری شاید یک سال بعد سابقه ورشه نه جور میکنه مقصدی پول داره شهروالی که پول نداشته باشه هیچ کس نداره. آل بودجه دارن بخواین اینمی امروز جور میکنن بخواین صبح شروع میکنن کارش. مقصد حال او قسم سابق وار نیست که یک گپ میگفتن 1 سال بعد 10 سال بعد میمون. ما بس کنه نه باز مجبور. این حال ما میگم که اینمی فکر کنه بکنید. مجبور هستیم دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شهرداری بودجه داره دولت بودجه داره بخواد جور میکنه و اون دادم روی ما شما شاهد هستیم که جور کرده روی به مو خاطر یک فکرک باید باشه. مجبور هستیم دیگه بعد ما بس کنه کلگی برو. خب خیلی گپا چطور سینیم کاربار کنه فروشی؟ شکر از خوب از روز 300 400 500 1000 میگه شکر پیدا میشه فکرت است. روزگار میچره. روزگار میچره. کنه فروشی بسته شد روزگارم بسته شد. روزگارم بسته شد. 100%. خاطر از یه ما بس کنه برو دو ما بس کنه دا یک ما ولا یک دیسلاف کنی تو. ما چند داریم که دو ما بس کنه برو میجا دکان جور کنیم ما بدر نمیشه. اینمی سری سرک بیادر دیس فروشی است ما 1000 بخر 1200 سودا. پیسای جمع کردگی چی میکنی؟ خرج میشه 30 تا نانخور داریم ما. 30 تا نانخور چند تا زن؟ نه 2 تا زن پدریم. از 2 تا زن 30 نفر نانخور است فکر کو غیر خودت چند تا زن داری؟ ما خودم 1 تا زن دارم ماشاءالله. خودت تا نمیگی؟ نه چی کنم دو تا را. هم یکیش بس است که نان میتم دو تا را که نان میته. خیانه که دو تا تصمیم نیست. نه والله. هم یکی بس. هم یکی بخی بس است. 30 نفر نانخور فعلا از کلگی در یک جای است. کلگی در یک فامیل یک جای فکر کو. باز چند نفرش مسئولیت خودت مسئولیتش نداری؟ ما فکر کنم از 20 نفر داریم. 30 نفر خونه یک دو سه تا بیادر از کار میکنه. مردم افغانی ما کی است نان و آبیشان کلگی یک جای است. بسته فامیل فکرت است. این ماشاءالله خودی ما 35 نفر هستیم. همین کلگی نان خوردن ما دم یک جای زنک سرخان است. یک قبیله است. کلگی فکر کنم افغانی ما کلگی متوسط فکرت است. تو نیست که مثال عروسی کنی است بدر مایدان. باز نمیقدر نه خب باز همقدر است که در یک فامیل یک 4 5 نفر کارم میکنه. کارگر است 100% 4 تا نباشه یک نفر کار میکنه مثال نه
دیگر که شده این میره یک ذره نان خانه میبریم دیگه پیدا کرده. خب بسیار خوب است. بگوین پیامتان را برای شهرداری. اینمی ما پیام داریم که نمیجار باید چپا نکنه بخیر. خب نه شهرداری خو اینجا را جور میکنه دیگه، گل و گلکاری میکنه و دیگه این نمود شعار میکشه. پیام شما مثلا چقدر وقت بر شما وقت بده؟ وقت اگه 1 سال میته، اگه 2 سال میته او دل اساس نه دیگه زیاد نه، یک ماه 2 ماه برای 3-4 ماهش کامره. 4 ماه بس 3 ماه کار میکنه. یک چیز ما وجوده پیدا کنیم که برای اونجا یک غرفه داریم، اونجا دام غرفه بیادر جانی که یک چیز رو این 1-2 ماه بعد باز ما میایم اینجا، شما هم اینجا شاید سایست برو بیا باز بعد از دیگه بار برین سایست خدمت مردم که برو ما خو میل میریم، همه مردم که برو ما میل میریم. تو برو که دیگه هم بیایم و ما تنها چی کنم اونجا بشینم بیادر دیگه را کی تو برو دیگه هم میایم. رفتم ما 1 هفته را تیر کردم، دکان جور کردم اونجا 2800 مصرف کردم بیادر هیچ گپی نشد. اون دکان ما مانده مال ما اونجا قید است، کل مال ما اونجا قید است، دکان ما قید است. بیا توکل به خدا، بیا 1-2 ماه بعد خدا کنم بیا خدا بزرگ است، پیسایتان جمع کنیم میکنیم تا مقصد اینجا شهرداری جور کرده رئیس. ولی خدا کنه بخیر جور کنه میجاره ما از خلاص ما روز دویدن است. نه جور میکنم هر روز دویدن ما از بیادر است جمع کو ببر شهروالی ببرم کی است که برو پشت از جنجال است مال ما رو تبال برد از داده فزیا برد نرفت. نه خو جنجال است برتان، مگم جور میکنه غمتون بخورین. بخیر باشین، خداحافظتان، سلامت باشین، خداحافظتان، زنده باشین. چندی شد اینا؟ 20 روپا. علی کونه است یا نو؟ نو است؟ اینجا خو کونه فروشی است، چطور نو آوردی؟ خب چند ساله هستی؟ 10 ساله هستی؟ کجاست خانه تان؟ دختران. فارسی میفهمی؟ آفرین. کجا 40 دختران؟ شیرآباد. خب چند سال است که کار میکنی؟ 5 ماه میشه. 5 ماه؟ مکتب میخوانی؟ مکتب نمیخوانی؟ چرا؟ مکتب هیچ شروع نکردی؟ نه. هیچ؟ عالم نمیخوانی؟ نه مکتب تا بخوان. مکتب خوش نداری؟ چند تا چبلی فروختی تا فعلا؟ این روز 10 دانه. چند دانه؟ 10 دانه؟ آفرین 10 جوره فروختی تا فعلا. 20 روپگی است. کارت خوب است؟ کارت جور است؟ بیشک است. با کار بارت برکت زنده باشی و خیر باشی. این برنج مربوط از اینی کارگراست؟ برام اینو آوردی؟ چند است خوراکش باز؟ خوراکش چند است؟ تا پختو خبر کوا هیچ مشکل نشته. ز فارسی این خوراک چند است؟ خوراک 10 روپیه 40 روپیه 10 روپیه دست ورکو. چطور باز کاربار؟ شکر دی بس. کاربار خوب است؟ این اکثر شواکو که ببینیم یک چی رقم است. خا این شوله است دیگه نه؟ شوله پلاو است. نخود پلاو است. خا خودت از کجاستی؟ ننگراری مثلا. از ننگرار هستی؟ چند سال در مزار آمدی؟ یا 4 مشتری چرا غلبه. خا یگان وقت ننگرار هم میری؟ نمیری هیچ؟ همین جستی مکمل. مزار خوب است یا ننگرها؟ مزار خدای کاروبار خدای ننگرهار چه نفوس زیاد لري بس کاروبار نه ولته به خطر راغلی. اینال نفوس که در ولایت که زیاد باشه کار است یا نفوس که در ولایت کم باشه؟ دلته نفوس کم دی کاروبار زیاد دی. نفوس زیاد اینجا کاروبار زیاد است. این مردم مزاریا باز میگه که اینجا کار نیست. نه خدای ان شاء الله کار کی. کار خوب است بیشک تان است. اینا کی از این مردم کلش از مزار است میگه کار نیست. یک رنگ شکایت دارن. خب سعید خیر ببینی با کار بارت برکت زنده باشی بخیر باشی تشکر سلامت باشی.
همون توست نه؟ بله. همین کاربار است نیست؟ چطور هست لالا؟ خودت چی کار میکنی؟ همینجا هستم فیلم لالا جان. کاربار است؟ لالا. روزگار خوب است؟ 300 400 500 1000 200 شکر خدا. اینی یگان تایی که باز میگه هیچ کار نیست ما ایران هستیم چی کنیم گفتنی خودت چی است بر از اونها؟ او بیادر اون مفت خود داره که کاربار نمیکنه هر که برای بیکار زواج میکنه. خودت چند سال است که کار میکنی؟ 9 سال میشه 9 سال کار میکنم. 9 سال میشه کونه فروشی میکنی؟ بله بله. پیش از اون دیگه کار میکنی؟ رنگمالی میکنم جناب. رنگمالی میکنی؟ یعنی تا فعلا هیچ بیکاری را تجربه نکردی؟ نه لالا. هیچ بیکار نبودی؟ هیچ لالا بیکار نبودم. در فامیل چند نفر هستین؟ 8 نفر لالا جان. زن هم است؟ جان. روزگار است هم میتونی میچرند. شکر هزار باشه. به شک است. یعنی که کسایی که میگه کار نیست لالا جان بیکار است هم کسی که کار کنه فامیل کار است که جرمنی هم بیکار کار نمیکنه. راست میگم. دمو کشوران زحمت بکش لالا چطور کار کنه است. اگر جرمنی بری ایران بری فامیل قانون هم تو بگید دادن خود برات. زحمت هاچی میکنه کاربار است بداره که باز یگان تا از افغانستان کار نمیکنن در ایران که میرن بسیار کار خراب و کار خشره را در اونجا میکنن 100% خیلی میکنه امور در وطن خود بکنه چقدر خوب است چطور بداره فهم گفتم که رفت کاربار نه چطور بداره که اینجا نوسم اینجا است 9 سال میشه 500 400 200 1000 بازم نمیشه شکر از بازم میکنم به شک است سلامت باشی یک پیام گفتنی برای جوانا سلامت باشه مثلا کار کنن کاربار کنن فهمی چطور کاربار نداره که زحمت چه کاربار بداره که وطن خودی ما فهمی شکر از بار باشه بداره که آرام هستیم گوشنا نیستیم دیگه نیستیم شکر الله کنیم کسی که کار نمیکنه کاربار نیست بداره که جرمنی هم بره کاربار نیست بداره که والا کسی که اینجا کار نکنه در اونجا هم کار والا خوش باشید خانم بخیر باشید بسیار زیاد تشکر خیر ببینید زنده باشید استری مشه خیر شکر لاس رکا لاس خیر تکرای چی از نامت نام جمعه خان این دینی مربوط خودت است کورتیست مکمل کلگی کورتی است کلش کورتیست این کورتی ها را خودت از کجا کردی خودم دلیلامی خریدیم دلیلامی خریدی چندی میفروشیده اینجا 30 روپا میفروشن دما 41 روپا تمام شده خاطر لیلامی شاروالی نمیمونه 30 روپا میفروشی 41 روپا برای خودت تمام شده 30 روپا میفروشی تو یکی زیر بالا کو نو جدید است نو جدید خو نیست دیگه چی است نو جدید نه دست دوم است لیلامی است خب این 41 روپا خریدی 30 روپا میفروشی به خاطر از اینکه شهرداری شما را گفته که برین نمیمونه چند سال اینجا کار میکنی اینجا 9 ماه شده که آمدین 9 ماه کجا از کدام ولایت از ولسوالی قیصر ولسوالی قیصر مربوط کدام ولایت میشه اونجا فاریاب و یک میمانه فاریاب صحیح ولایت فاریاب خب در مزار کاربار خوب است تو مکتب میخوانی نه چرا نمیمانه مکتب در اونجا خونده اینجا نخونده در مزاری خب اینا مکتب تا تبدیل میکردی باید ولی انا کار نیست در خانه نه خوردن مردم نداره چی کنیم در خانه بیرون نبرایم چی کنیم 10 نفر در خانه نان میخوره ما اینجا نبیم و چی میگم در خانه چند نفر هستین 10 نفر نان میخوره ما یک کار میکنم نه چند نفر باز کار میکنن کارش 2 نفر میکنه یک ماست نه یک دیگه است اون چپلی همینجا که پیشتر استاد بود نه اون چپ خو بچگک کلانی توستی او بچگک بیادرت است 2 نفر کار میکنه از 10 نفر که زیاد نان میخوره به می خاطر باید کار کنی مکتب دیگه نمیشه ولی نمیشه دیگه کلگی روز در اینجا هستی اینجا هم نمیمانه میره و میره حال یگان کاربار دیگه نبود غیر از کنه فروشی نه زوری ما نمیرسه در کاربار نمیرسه تا فعلا فروختی چیزی؟ کم شد دیگه فروختی؟ خدا را شکر به شک تاسافرین خوب غیرت و خوب شجاعت داری شکر خیر ببینید من میگم که انشالله میرسی و بخیر روزگار خوب شوه که مکتب هم شروع بکنی شعر انشالله کدام پیام گفتنی نداری؟ نه چی داری خیلی برای ما امروز که تقدیم بکنی؟ هیچ ندارم هیچ چیز نداری؟ یک زمزمه، یک فکایی، یک شعر هیچ ندارم بگو تو که یک حال کلگی دیگه شوه ما هیچ ندارم هیچ نداری؟ زنده باشید خیر باشید تشکر تو هم گپ میزنی؟ ای سوری تداور بته؟ رای وطن است خواه نامت چی است؟ اسدالله چی؟
اسدالله. اسدالله. چی کار میکنی؟ نه من اونجا خانه من اونجا درس میخوانم پس میام با اینجا من اینجا بوتلچینی میکنم. بوتلچینی میکنی؟ کو کال خالتیت بوجید بوجیم اون پیش مادرم است. خب مکتب میخوانی؟ آه. صنف چند هستی؟ نه صنف چند؟ کد مادرم که سبر دو کد مادرم که میرم همونجا. بگو حال چی داری اینجا؟ یک زمزمه، یک شعر، یگان فکاهی یاد داری؟ چی؟ یک ترانه یاد داری؟ نه ترانه هم یاد نداری؟ تو شعر یاد داری؟ بگو شعر. بگو. شعر نمیگو. یاد ندارم. یاد نداری؟ چرا اینا میگه یاد داری؟ برین خیر، برین یک کاربار نمانین، از کاربار نمانین، برین بخیر کارتون بکنین. بریم قاری صاحب محترم. بینندای خوب گل میدیا، کهنه فروشی مزار شریف بیروبار نام خدا بسیار زیاد است و این هم دیگه به گفته خودشان به مو گریز است. این بود گزارش امروز ما که تقدیم شما شد. تا گزارش بعدی که بازم خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز و روزگار خوب داشته باشین. سابسکرایب، لایک، فالو یادتان نره و گل میدیا را تعقیب بکنین.